سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. کاملا رانده شود، امامعلی رحمان ظاهر مومنزاده را جزای سخت داد. منصب نو دختر امیرقل عظیموف معاون نو برای بیگ صبور و دهها تغییرات دیگری کادری. مهاجران در سمر وکیل دومای دولتی متویف را لطکوب کردند. کارمند حکومت نویه فرخور به دزدی کمک‌های خارجی عیبدار می شود. حبس دو پسر میرحسین نجریف تا امضا نگذاشتم آزادشان نکردند. و اکنون تفصیلات خبرها. 18 یولی سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در ساختارهای مقامات دادگاهی، دادستانی، وزارت مدافع، اگنتی مبارزه با کروپسیا، وزارت معارف و علم، مرکز تحقیقات استراتژی و چندین نهادهای دیگر حکومت جمهوری تغییرات‌های کادری به عمل آورد. از جمله نامزدی میرزازاده نعمت میرزا به بررسی مجلس ملی برای تعیین نمودن به وظیفه سودیای دادگاه عالی اقتصادی پیشنهاد گردیده، با فرمانهای پرزیدنت به وظیفه‌های رئیسان دادگاه‌های شهرهای خاروق، لیوکند و رئیسان دادگاه‌های نویه‌های دوستی، قبادیان و پنج، معاون رئیس سود نویه جبار رسولوف، معاون رئیس سود اقتصادی شهر دوشنبه، معاون رئیس سود حربی گرنیزان دوشنبه و معاون رئیس سود نویه اسماعیل سامونی پایتخت، کادرهای بنا به تدبیر خدمات مطبوعات پرزیدنت جوان و صاحب تجربه تعیین کرده شدند. همین طور با قرارهای حکومت کادرهای به تعبیر خدمات مطبوعات پرزیدنت ورزیده و تجربه دار به وظیفه‌های معاون وزیر معارف و علم، معاون یکم رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، رهبر مرکز تطبیق لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها، معاون رئیس کمیته ساختمان و معماری، مدیر تلویزیون سینما، معاون سردار خدمات علاقه تعیین گردیدند. رئیس قبلا تلویزیون سینما نبی نبیزاده به نفقه گسیل کرده شده، او را در این مقام مفرح شادی زاده عوض کرد. همچنین دلربا عظیمی دختر سیاستمدار سابقه دار امیرقل عظیموف رهبر نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در روسیه و مرادزاده اهل‌دین قرخان معاون سردار خدمات علاقه تعیین کرده شدند. با امرهای پرزیدنت معاون مدیر مرکز ملی قانونگذاری، معاون یکم و معاون مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نیز از حساب کادرهای رهبری کننده این ساحه تعیین کرده شده. در موافقت با پرزیدنت همچنین کادرهای به تعبیر خدمات مطبوعات پرزیدنت جوان و ورزیده به وظیفه سرداران یکچند ریاست پروکراتور گنرالی، پروکورور نویه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان، پروکورور حربی گرنیزان خاروق، پروکورور نظارت اجرای قانونها در محبس‌های ولایت سوخت، پروکورورهای نویه مومن‌آباد و شمس‌الدین شاهین در ولایت ختلان، نویه سنگوار و رودکی و سرداران دو ریاست اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا تعیین گردیدند. تغییرات کادری همچنین در وزارت مدافع، ستاد گنرالی، جزء طعمهای قوه‌های مسلح کشور، بعضی کارمندان قسم‌های حربی و کمیسریات حربی شهر و نویه‌های تابع مرکز اساساً از حساب کادرهای دارای دو و یا زیاده تحصیلات عالی حربی عملی گردیده، از جمله رسولزاده عبدالمومن سردار ریاست رزویدکه حربی ستاد کل، معاونان سردار ستاد کل قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تعیین شدند. ضمن صحبت با کادرهای نفتعین امامعلی رحمان نخست به رفتار ناشایسته و غیر آیین‌آمیز رئیس سود نویه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان ظاهر مومنزاده که نسبت سرباز قشون‌های سرحدی در پاسگاه نظارتی به خود روا دیده است توجه جدی ظاهر نموده تاکید داشت که او نه تنها از وظیفه آزاد گردید بلکه از مقامات سودی کاملا رانده شود. امامعلی رحمان در ادامه صحبت کادرهای نفتعین را به خدمت صادقانه و صاف دلانه، بلند برداشتن دانش و مهارت کسبی، آموزش زبانهای خارجی، تربیت درست کادرهای جوان، تامین عدالت سودی و ولایت قانون در جامعه و پرزور نمودن قدرت دفاعی دولت دعوت کرده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 18 یولی سال 2024 با امضای یک فرمان تحت رقم 841 یک باره 9 سودیه را به منصب‌های نو تعیین کرد. 3 سودیه دیگر را برعکس از وظیفه آزاد کرد. اما اگر نعمت میرزازاده از وظیفه سودیه سود ولایت ختلان
با سبب به کار دیگر گذاشتن و اکبرعلی سفرزاده از وظیفه معاون رئیس سود شهر ترسونزاده با خواهش خودش آزاد کرده شده باشند، مومیزاده ظاهر طاهری از وظیفه رئیس سود نویه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان با سبب صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سوده را پست میزند آزاد کرده شود. گذشته از این ضمن صحبت با کادرهای نفت این امامعلی رحمان سخن را باز هم از مسئله رئیس سود نویه شمس‌الدین شاهین ظاهر مومنزاده سر کرد و گفت که این منصبدار برای اون که رفتار ناشایسته و غیر آیین‌آمیی را نسبت سرباز قشون‌های سرحدی در پاسگاه نظارتی به خود روا دیده است، نه تنها از وظیفه آزاد گردید بلکه از مقام سودی کاملا رانده شود. ظاهر مومنزاده که قبلا سودی سود ولایت ختلان بود، سال 2017 با فرمان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان رئیس دادگاه نویه شمس‌الدین شاهین تعیین شده بود. اخیراً گزارش شد که دادگاه عالی تاجیکستان رفتار او را به تحقیق گرفته است. گفته میشد که روز 8 ایول مومنزاده یک سرباز قشون‌های مرزبانی را در گذرگاه نظارتی دره آب برای پرسیدن حجت تصدیق کننده با مشت زده است. در ثبت کامراهای نظارتی نیز دیده می شود که ظاهر مومنزاده از ماشین فرآمده سرباز را با مشت میزند. با فرمان پرزیدنت از 18 ایول رستم محمدزاده رئیس سود نویه 5 تعیین شد. او در این مقام بختیار عبدالرحمنزاده را که ماه ینور سال روان هنگام گرفتن پاره دستگیر شد عوض می کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان عبدالرحمنزاده را نیز با این دلیل با سبب صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سوده را پست میزند از وظیفه آزاد کرده بود. دادگاه تاجیکستان از نهادهای اعظم فساد زده در کشور به شمار می روند. کارافتادگان می گویند بدون دادن پاره حل کردن یگان مشکل در دادگاه تاجیکستان به یک امر تقریبا ناممکن تبدیل یافته است. مهاجران در شهر سماره در جنوب روسیه وکیل دومای دولتی پالاتای پایانی پارلمان این کشور میخائیل ماتویف را لطوکوب کرده سری او را زده کفاندند. در این باره خود ماتویف روز 18 ایول سال 2024 در تلگرام کانالش خبر داد در رابطه با این حادثه با اتهام افباشی پرونده جنایتی گشوده 3 مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان را دستگیر کردند. به آنها تا 1 میلیون روبل جریمه و یا تا 7 سال زندان تهدید میکند. حادثه روز 18 ایول در نویه پرمیشلینی شهر سماره که ماتویف از این حوزه وکیل دومای دولتی انتخاب شده است روی داده است. وکیل دومای دعوا دارد که او شاهد به ساکنان محلی حمله آوردن یک گروه مهاجران شده از ماشینش فرآمد تا که مانع مناقشه شود، ولی مهاجران خود او را زیر مشت و لغت گرفته به سرش با شیشه بوتلکه زدند. در نتیجه سیاستمدار روس را با سر کفیده در یکی از بیمارستان‌های سماره بستری کردند. مدویف ادعا دارد که یکی از حمله‌گران زاده تاجیکستان با نسب باخیروف بوده قبلا 3 مرتبه سود شده است. به ادعای ماتویف ماز باهیروف سرکرده دسته بین المللی است که سببگار مناقشه با ساکنان محلی شد. یک نفر دیگر متهم به حمله به وکیل دوما جوان 19 ساله از ازبکستان با نام مراد مسروروف بوده است. ماتویف عکس پاتنت مسروروف را در تلگرام کانال نشر کرده است. تفتیش ادعای وکیل دومای دولتی توسط منابع دیگر امر محال به نظر می رسد. مهاجرانی که به گمان حمله به ماتویف در سماره دستگیر شدند و همین طور نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند. ریاست تفتیشات ولایت سماره خبر داد که در رابطه به حمله به میخائیل ماتویف بر اساس قسم 2 ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی پرونده جنایتی گشوده همه 3 اشتراکچی این حمله را دستگیر کردند. به آنها همچون جزا و جریمه به مبلغ از 9 میلیون تا 1 میلیون روبل یا از 5 تا 7 سال زندان تهدید میکند و البته اخراج از روسیه با من بازگشت به این کشور برای 10 سال. میخائیل ماتویف 56 سال داشته، عضو حزب کمونیست روسیه و وکیل دومای دولتی از حوزه پرمیشلینی ولایت سماره می باشد. او با سخنرانی‌های آشکارا به ضد مهاجران نام برآورده است و همیشه درباره افزایش جنایتکاری از حساب اقوام غیر روس و بیش از حد افزودن شماره مهاجران در شهرهای روسیه حرف میزند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. اگنتی مبارزه با کروسیای تاجیکستان روز 18 ایول سال 2024 از آشکار شدن یک مورد تصرف کمک فاندهای خارجی به مبلغ بیش از 200,000 سومونی از سوی یک کارمند حکومت نویه فرخار خبر داد. مرکز مطبوعات اگنتی در گزارشش گفت سنجش مالیوی و خواجگیداری در فعالیت
شعبه کشاورزی مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه فرخور نشان داده است که از ماه اکتبر سال 2023 تا ماه مارس سال 2024 از حساب فاندهای کمک خارجی اساسیاسیون بین المللی رشد به شعبه کشاورزی نویه فرخور 374 تن و 999 کیلوگرم تخمی ها و نیروهای مینرالی وارد گشته. این همه کمک ها برای نگهداری و تقسیمات من بعد به خواجگی های دهقانی آسیب پذیر نویه به متخصص پیشبر مصاحب امین شعبه اسماعیلوف وابسته کرده شده است. خود اسماعیلوف یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات در این مدت اسماعیلوف که همچون شخصی در عهده‌اش مسئولیت مادی واگذار شده به حساب میرفت، قصداً و با مقصد تصرف مبلغ‌های کمک فوند خارجی از تخمیه و نیروهای مینرالی مقدار 247 تن و 290 کیلویش را به خواجگی‌های پیش بینی شده تقسیم نموده، باقی مانده 20 تن و 85 کیلوگرم تخمی‌ها و نوری‌های مینرالی را به ارزش عمومی 24822 سامانی برای ساختکاری حجت‌های محاسبی تصرف کرده به احتیاجات شخصیش صرف نمود. وابسته به حالت مذکور نسبت اسماعیلوف با ماده 257 قسم 3 بند و 314 قسم 1 و 323 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. آن بعد انجام تفتیش پیشکی برای بررسی به دادگاه ارسال کرده شده است. به اسماعیلوف بر اساس قسم 1 ماده 314 برای سوء استفاده از منصب همچون جزا جریمه و یا تا 3 سال زندان تهدید میکند. بر اساس ماده 257 برای تصرف کمک‌های خارجی به مبلغ مخصوصا بزرگ جریمه هنگفت و یا از 7 تا 12 سال زندان تهدید میکند. تاجیکستان یکی از دولت‌های فسادزده‌ترین دنیا دانسته می‌شود. از این کشور درباره تصرف یاری‌های خارجی نیز شکایت‌های زیاد به دست می‌رسند، ولی موردهای برای چنین اعمال گشودن پرونده‌های جنایتی و به جوابگری کشاندن منصبداران متهم در دزدی کمک‌های سازمان‌های خارجی حادثه خیلی نادر است. میرحسین نظریف رهبر جناح غیر رسمی حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان شکایت دارد که مقامات دو پسرش را به حبس گرفته تنها بعد روزی شدن به شرطهای آنها رها کردند. بحث مقامات و نظریف بر سر نرخ منزل این سیاستمدار است که باید تخریب و در جایش راه ساخته شود. مقامات از شرح مسئله خودداری کردند. میرحسین نظریف گفت 11 ایول وقت نمایندگان اداره ساختمان راه و پل‌های دوشنبه برای تخریب منزل او میآیند، پسرانش قرار دادگاه طلب میکنند. در حکومت نویه اسماعیل سامانی دوشنبه شکایت میرحسین نظریف را در مورد تخریب منزلش به اساس خواندند، ولی از شر بیشتر موضوع خودداری کردند. نماینده اداره ساختمان راه و پل‌ها یک نیاد زیرتابه شهردار دوشنبه به تخریب منزل میرحسین نظریف شروع کردند. منزل او در کوچه بخارای پایتخت جایگیر بوده، در جای آن باید راه ماشینگر ساخته شود. میرحسین نظریف میگوید برای حوالی او که مساحتش 450 متر کوادراتی است مقامات 1,300,000 سامانی پیشنهاد کردند، اما نظریف برای منزلش 2.5 میلیون سامانی طلب کرده است. هرچند بعد حبس پسرانش همصحبت ما به شرطهای مقامات راضی شده است. من گفتم در همین حوالی من 5 عائله زندگی میکنند، اون مبلغی که به من پیشنهاد میکنند به این مبلغ خانه گرفتن نمیتوانم، افزود میرحسین نظریف. مثل نظریف برخی از ساکنان دیگر در کوچه بخارای دوشنبه از پس صبح شدن نرخ منزلشان نگرانی کردند. سراج الدین ستاروف ساکن دیگر این محله گفت با مبلغی که به ما دادند مجبوریم بیرون از شهر یگان خانه گیریم، زیرا با این مبلغ در داخل شهر خانه خریدن نمی شود. هر متر مربع منزل ما را $650 حساب کردند، لیکن یک بار ببینید نرخ خانه اینجا خیلی بلند است. تلاش های بتکرار ما برای فهمیدن نظر طرف دیگر به نتیجه ماند. یکی از کارمندان حکومت نویه اسماعیل سامانی کوتاه پاسخ داد که شکایت ساکنان اساس ندارد، زیرا منزل‌های آنها با ارزش میانه نرخ‌گذاری شده است، ولی از پیشنهاد دلیل‌های مشخص خودداری کرد. به نظر حقوقشناس دلیل قربانوف تخریب منزل ساکنان بدون قرار دادگاه ممکن نیست. به قرار دادگاه که به قوه قانونی ندرآمده است، یگان کس نمیتواند منزل ساکنان را چپه کند. هر کسی این کار را میکند خودسری است، گفت این حقوقشناس. بحث تخریب منزل ساکنان دوشنبه سالهاست ادامه دارد. در چنین بحث‌های پیچیده هم ساکنان و هم شرکت‌های ساختمانی خود را حق می‌شمارند. یک دادرس دادگاه عالی تاجیکستان سال 2022 پیشنهاد کرده بود که برای حل این مشکل در کشور
نهاد مستقل نرخگذاری منزل تأسیس یابد. مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 19 ایول سال 2024 خبر داد که طی شبانه روز گذشته در جمهوری یک صدمه مرگبار و یک زمین لرزه رخ داده از یک منزل در دوشنبه جسد مرد سالخورده 68 ساله را پیدا کردند. صبح بر وقت 8 ایول سال 2024 ساعت 9:53 دقیقه در روی کلوب دنغره دوشنبه در کنار دهه زیرکی جماعت دکانی شهر نورک یک ماشین بورکش شکمن به سبب ویران شدن ترمزهایش به جری عمقش 150 متر چپ شده است. در نتیجه راننده و یک مسافرش در جای حادثه جان دادند. نجات بخشان از خدمات شهر نورک به جای حادثه رسیده با استفاده از تجهیزات کوهنوردی به آن جری فرآمده و جسدها را از درون ماشین پچق شده بیرون کشیده بالا برآوردند. هلاک شدگان ساکن 30 ساله شهر دوشنبه و ساکن 23 ساله نویه رشت بودند. کمیته حالتهای فوق‌العاده در پی این حادثه بار دیگر از رانندگان خواسته است که در راهها اسد احتیاط کار بگیرند، تمام قاعده های حرکت در راه از جمله سرعت را قطعاً رعایت کنند و جان خود و مسافران خود را در خطر ناندازند. بنا به خبر دیگر مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده، نجات بخشان در شهر دوشنبه از یک منزل جسد مرد سالخورده را پیدا کردند. ساعت 19:07 دقیقه یک زن 32 ساله کوچه هویداللهف به کمیته زنگ زده خبر داده است که در خانه‌شان را گشوده نمی‌توانند. او گفته است پدر 68 سالش در داخل خانه بود ولی از داخل منزل یگان صدا به گوش نمی‌رسد و به زنگ در و تختخویش کسی جواب نمی‌دهد. نجات بخشان در را گشوده در داخل خانه جسد مرد را پیدا کردند. جسد را به کارمندان میلیس سپردند. تفتیشات باید اکنون علت مرگ این مرد را معاین کند. همچنین بنا به معلومات خدمات فیزیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان شام 18 ایول سال 2024 ساعت 23:14 دقیقه در حدود جمهوری زمین لرزه ثبت شده است. مرکز آفات طبیعی در 260 کیلومتری جنوب شرق دوشنبه در حدود افغانستان جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش 4 بال و در دوشنبه 2 بال را تشکیل داده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت این آفت یگان خسارات به جا نگذاشته، کسی هم آسیب ندیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قطعه آسیا جایگیر شده است و هر سال در قلمروش صدها زمین لرزه رخ می‌دهد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.